سلام، نفس هستم. تو این ویدیو میخوایم توی 10 دقیقه یک وبسایت راه اندازی کنیم به همین سادگی. فقط چون من تو طول ویدیو قراره یکم توضیح بدم، یه خورده قراره طول بکشه، ولی در کل کانسپت همینه. میخوام از یکی از ایجنت هایی که قبلا استفاده کرده بودم برای اینکه MVP خودم رو راه اندازی بکنم، از اون میخوایم استفاده کنیم ببینیم آیا میشه تو اون مدت زمان کم سایت طراحی کرد یا نه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. قراره یک سری نکات جالبی بهش برخورد بکنیم و امکان داره برای شما هم جالب باشه. این چند روز گفتم درباره چی ویدیو ضبط بکنم. گفتم خب فعلا بحث ایجنت ها و هوش مصنوعی و این چیزها خیلی هایپه، خیلی تو یوتیوب دربارش سرچ میشه و توی هوم پیج یوتیوب میاد. منم گفتم که یه ویدیو در رابطه با این بذارم و در رابطهش صحبت بکنم و حالا سه چیزای دیگه. خب من میخوام با ایجنتی کار بکنم، یعنی قبلا با این ایجنت کار کردم، اسمش هست لاوابل. ایجنت های دیگه هم هستن مثل ویزیرو و سایت بولت هم هست. سایت های دیگه هم هستن، خیلی زیادن سایت اینجوری، ولی خب اینا فعلا تو ذهنم بود و اینا رو اسمشون رو بردم. کلادم حالا میتونیم با کلادم سایتمون هم راه اندازی بکنیم. البته بستگی داره سایت چی باشه. میخوام با وبسایت لاوابل کار بکنم تو این ویدیو و یه وبسایت معرفی کیف میخوام در واقع بگم. یعنی مثلا میخوام یه وبسایت راه اندازی بکنم در رابطه با کیف باشه. من تو حوزه کیف کار میکنم، مثال میزنم در رابطه با کیف زنانه. خب یه لندینگ پیجی میخوام که محصولات منو معرفی بکنه. مزون دارم، مزون کیف زنانه دارم، میخوام اون رو با وبسایتم ارائه بدم. خب میخوایم یه همچین وبسایتی رو راه اندازی کنیم. پس وارد وبسایت لاوابل میشم. خب میام اینجا سرچ میکنم لاوابل. شرمنده اگر لهجه دارم خیلی لهجه خارجی شد. خب کار نداریم. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه اینجا چیزی بنویسید باید ثبت نام کنید توش. ثبت نامم رایگانه. خیلی قراره حالا تو ثبت نامه ممکنه یکم اذیتتون بکنه چون فیلتره طبق معمول. نمیدونم فیلتر یا تحریم، نمیدونم. فیلتر شکنی DNS چیز ست بکنید، اینجا ثبت نام بکنید و وارد این محیط میشید. میگه که هر چی که دوست داشتی با لاوابل بساز. بریم ببینیم که این چی کار میکنه. خب البته قبل از هر چیزی میخوام اینو بهتون بگم. به صورت پیش‌فرض اگه مثلا بهش بگید برا من یه سایت درست کن، یه سایت درست میکنه با ریاکت و تیلوین. یک سایت براتون درست میکنه میاره بالا. اگر تکنولوژی خاصی مد نظرتون هست باید بعد از اینکه سایتتون رو، یعنی اون موضوعتون رو نوشتین، باید بعدش بگین که من با چه تکنولوژی میخوام. اینجا می نویسم چی؟ می نویسم مثلا I want a landing page. بذار اینجوری بنویسم I have a mail. نمیدونم مدون درست نوشتم یا نه. ببینم. آره اینه. I have Maison a woman's bag. I want a website and a landing page about. مثلا یه همچین چیزی. خب بعد از اینکه شما صحبتاتون تموم شد و نیازمندی های خودتون رو
خواستین اینجا می‌نویسین. حالا من نیازمند خاصی مد نظرم نیست، فقط میخوام محصولاتمو یه جور نمایش بدم، چیز خاصی مد نظرم نیست. حالا بعدا میتونم بهش پرامپت بدم که نه من اینجوری نمیخوام، اونجا شد برام درست کنه. اینو میزنم و صبر میکنم که برای من پخت و پز کنه. خب یکم صبر میکنیم، یه سری چیزا برای من مینویسه و اینجا بعد از اینکه کارش تموم میشه این قسمت پریویو اون سایتی که راه اندازی کرده، اون سایتی که درست کرده رو اینجا نمایش میده. حالا فعلا که خبری نیست، میخوام ببینم که چه خبره، داره چی کار میکنه. اینو میزنم. حدس من درست بود، داره از تیلویند استفاده میکنه برای استایل. فکر کنم تیلویند ورژن 3 استفاده میکنه چون فایل کانفیگ داره. و یکم که میرم پایینتر یه دونه فایل CSS برا من جنریت کرده. حالا نمیدونم داره چی استفاده میکنه. آره فایل CSS استفاده کرد. یه دونه هم کامپوننت هیرو ساخت، کامپوننت ریاکتی ساخت. حتما درست بود چون من پروژه هایی که قبلا باش ساخته بودم برا من این پروژه ها رو با ریاکت ساخت و چیزی از تکنولوژی بهش نگفت. اگر با HTML میخوان، یعنی سایتتون با HTML باشه، حتما باید بگین که پیور باشه، از هیچ فریمورک استفاده نکن، با HTML CSS و جاوا اسکریپت باشه که دیپلویش هم راحت تر بشه. البته این میتونه دیپلوی بکنه. یکی از خوبی هایی که داره اینه که با سوپاپیس هم اینتگریته، یعنی میتونین در واقع سمت بک‌اند رو هم هندل بکنید، سمت دیتابیس و بک‌اند اینا رو هم میتونین هندل بکنید. خیلی ساده میتونین اینجا بهش بگین که میخوام یه سری اطلاعات بگیرم از کاربرا، یه جای ذخیره بکنم و براتون اون هندل میکنه. البته نمیدونم تو پلن رایگانش این کار انجام میده یا نه. من هنوز تست نگرفتم چون فعلا بهش نیازی نداشتم. ولی آره یه پلن رایگان داره. الان دارم پلن رایگانش استفاده میکنم. میتونین از پلن پولیش هم استفاده کنین. حالا نمیدونم چقدر خیلی خوبه. از تمی استفاده کرده که شبیه به چیزیه که من میخواستم. البته یه سری ایراداتی داره، ولی برای کسی که میخواد یه چیزی بیاره بالا و یه چیزی در واقع دیپلوی بکنه بدک نیست. پلن بعدی من چیه؟ اصلا میخوام چی کار بکنم؟ کاری که من میخوام انجام بدم اینه که کدهایی که اینجا نوشته رو میخوام خودم در واقع ازش استفاده کنم. البته عکساش هم جا آورده، خیلی جالبه. عکساشو اینجا هندل کرده. ببینیم چه عکسایی استفاده کرده. یکم بریم پایین‌تر میبینم که خب هنوز عکساش لود نشده. مهم نیست، فقط میخوام از این کداش استفاده کنم. ببینم از چی استفاده کرده. خب اومده از ویت استفاده کرده. چرا؟ از کجا متوجه شدم؟ اینجا من ویت کانفیگ دارم و اینکه در واقع یه ایندکس HTML دارم و از کامپوننت های ریاکت هم داره استفاده میکنه. خب مهم نیست، بریم ببینیم که میتونیم از پسش بر بیایم یا نه. بریم یه پروژه ویت بسازیم با ریاکت و این کدها رو داخلش قرار بدیم. خب من چیز رو باز میکنم، ترمینالم رو باز میکنم، اینجا زوم میکنم که بتونیم بهتر ببینیم. من وارد درایو دی میشم، میدونه امکان dir یوتیوب میسازم و وارد این چیز میشم، وارد این فولدر میشم و اینجا می‌نویسم npx create with latest برای اینکه پروژه ویت رو بسازیم. من اینو اجرا میکنم، ببینیم داره چی کار میکنه.
از من اسم پروژه رو میخواد، مثلا مینویسم مثلا ام یا میگم همین، مهم نیست. پروژه میخوام با ریاکت باشه، از تایپ اسکریپت استفاده بکن و تمام. ببینم از تایپ اسکریپت استفاده کرده ایشون یا نه. ببینم اینجا، آره فرمت فایلش مشخصه اینجا، app.tsx داره از تایپ اسکریپت استفاده میکنه. خب اینجا وارد فولدر وید پراجکت میشم، ELS بگیرم ببینم کجای کارم، اینجا. و گفته میتونی از npm install هم استفاده کنی. حالا میتونم از pnpm هم استفاده کنم، pnpm install برای نصب پکیج ها. حالا میتونید از هر پکیج منیجری که مد نظرتون بود استفاده کنید. میتونید از یارن استفاده کنید، میتونید از npm استفاده کنید. npm بهتر به نظر من. این چند وقت یکم تجربه استفاده ازش رو داشتم و خیلی از نظر در واقع کامپتیبل بودنش از یارن بهتره. البته همشون یه ابزارن دیگه، نمیشه گفت کدوم بهتره، ولی من با این راحت تر بودم. از npm install استفاده میکنم واسه نصب دپندنسی ها. دپندنسی ها رو کجا میخونه؟ از پکیج جیسون میخونه. و حالا تا این نصب بشه من ویدیو رو پاوز میکنم، دوباره خب پروژه رو برام ساخت و وارد پروژه میشم. مثلا در واقع کد با VS بود کار بکنم و پروژه رو باز میکنم. چیزی که من میخوام ورژن 3 تلوینده، چون در واقع چیزی که در واقع برای من جنریت کرده تیلویند چیزه، نسخه 3 احتمالا. من اینجا توی پکیج جیسون تست میگیرم ببینم که از چه نسخه ای داره استفاده میکنه. اینه تیلویند نسخه 3 و پس من مجبورم این نسخه رو داشته باشم، چون تیلویند نسخه 4 کانفیگ نداره و شما باید کانفیگ رو داخل فایل CSS انجام. پس من اینجا بنویسم install vise tailwind css. داکیومنتیشن نسخه قبل رو برام میاره، چون نسخه 4 داکیومنتیشنش فرق داره کمی. من اینو پس نصب میکنم. البته این برای چیزه، من میخوام از ویت استفاده کنم و این دوتا کامند رو حالا من چون pnpm دارم اینجا می نویسم pnpm install -d. این 3 مورد رو برای من نصبشون. بعد از این که برای من نصب کرد این کامند رو اجرا میکنم، بیام اینجا و اینتر رو میزنم، ثبت میکنم تا برای من البته تیلوین کانفیگ رو البته نداشت باید نصب میکردم. خب الان تیلوین رو داریم، به نظر همه چیز اوکی میاد و اون مواردی که توی اون ایجنت برای من جنریت کرد رو میام اینجا. خب اولین چیزی که میخوام کپی بکنم همین فایل تیلوین کانفیگه. پس من میام کل اینو، البته نه اینو بودم با موس درگ کنم و اینجا توی تیلوین کلش رو اینجا پیست کنم. این بر کپی گرفتم و به نظر اوکیه. ببینم از TS استفاده میکنه. آره اومده JS استفاده کرده، میگم بیا از اومده TS استفاده.
همه چیز اوکیه. بدک نیست فعلا. حالا چیز دیگه ای که من میخوام این کامپوننت هست. یه دونه همین فولدر پابلیکه. ببینم میتونم کامل اینو کپی بکنم یا نه. یه دونه main.tsx دارم، اینو کارش نداریم، داریم اینو. یه دونه هم index.css رو دارم، پس میام کل اینو کامل کپی میگیرم و اینجا میذارم. یکی هم app.css، کل استایل های این رو هم میام میگیرم میذارم اینجا. از اونجا کپی گرفتم آوردم اینجا. یه دونه هم app.tsx دارم. app.tsx هم اومده از چیز استفاده کرده، از در واقع عرضم خدمتون که اومده از در واقع یه لحظه یه باری باید دوباره استارت کنم. همین کدش، آره همین کد رو میتونم ببینم. خب یه لحظه فکر کردم که رفت. حالا میتونم بیام اینجا و کل همین رو بیارم. نیازی به ریاکت روتر ندارم، چون من چیز خاصی ندارم، یه دونه صفحه هست و اگر چند تا صفحه داشته باشم چرا اون وقت شاید احتمالاً بخوام، ولی فعلا همینا کافیه. این رو هم برمیدارم. حالا اینجا یه سری کامپوننت واسم ساخته. حالا میام این کامپوننت ها رو از این قسمت برمیدارم. خیلی ساده. یه دونه کامپوننت CTA داریم. میام اینجا یه فولدر کامپوننت میسازم. کامپوننت cta.tsx و میام اینا رو میذارم. البته باید کل اینو کپی بگیرم. خب در واقع به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه من تمام این پروسه رو انجام میدم و در ادامه این رو اجرا میکنیم، میبینیم آیا اون چیزی که اونجا بهمون نشون میده همون چیزیه که ما داریم یا نه. یکم تست میگیریم و سعی میکنیم اینو دیباگ بکنیم. و یه نکته خیلی خیلی جالبی که توی سورس ها دیدم، اومده از شات CN استفاده کرده و رادیکس UI برای هندل کردن کامپوننت ها. و خب برای اینکه برای یک سری چیزا ما بیایم استفاده بکنیم و خودش اومده استفاده کرده. مثلا اومده این از سپریتور استفاده کرده، مثلا این کامپوننت اومده از باتن استفاده کرده که کامپوننت چیزه در واقع. ارزم خدمتون اینا کامپوننت هایی که برای شات CN. البته میتونیم شات CN استفاده کنیم، خیلی ابزار خوبیه. پس حالا برای اینکه از شات CN استفاده کنیم اینجا سرچ میزنم در واقع شات CN UI ویت، چون میخوام رو ویت نصب بکنم. خودش اومده گفته که چجوری میتونی شات CN رو روی ویت نصب کنی. خب برای اینکه از ویت در واقع از شات CN توی ویت استفاده کنم، اول گفته که در واقع برای اینکه چیزا اول باید یه پروژه ویت بسازی و بعدش تلوین رو اضافه کنی که به این صورت. حالا اومده از تلوین نسخه 4 استفاده کرده، ما اومدیم از نسخه تلوین 3 استفاده کردیم و بعد گفته که یه دونه یعنی بیا یه چیز اضافه کن، یه الیاس استفاده بکن. الیاس یعنی که من از در واقع ابسولوت پت ها استفاده کنم، یعنی که مثلا من هر جایی باشم میگم که بیا
از SRC توی گوشه کامپوننت بیا مثلا فلان کامپوننت مد نظر رو ایمپورت کن، نه اینکه مثلا بگی چند تا برو عقب چند تا برو عقب‌تر و اینا. من در رابطه با این یه ویدیو ضبط کردم که میتونین از لینک بالا به این ویدیو دسترسی داشته باشین. پس من میام چیکار میکنم؟ میام اینجا وارد تست کانفیگ میشم و اون چیزی که اونجا اضافه کرده بود میام این رو اضافه میکنم. خودش هم اینجا هایلایت کرده، خیلی جالبه. میام اینجا این رو قرار میدم. بعد از اینکه اینو قرار دادم بعد میگه برو توی TS config app داخل کامپایلر آپشن این رو اضافه کن. کامپایلر آپشن اینجا دقیقا. آره من میتونم اینجا اضافه کنم یه کامان بذارم که ارور نده. بعد دیگه چی دارم؟ میرم پایین تر میگه ویت کانفیگ رو آپدیت کن، ولی میگه قبل از اون تایپ های مربوط به نود رو یا پکیج تایپ های نود رو نصب کن. اگه داری از در واقع ارزم خدمتون که از تایپ اسکریپت استفاده میکنی، من اینو اینجا قرار میدم که این پکیج رو نصب کنم. میخواد برای چی؟ برای در واقع ماژول پپ، اگه اشتباه نکنم. حالا بعد از اینکه این چیز کرد، این داره این پکیج رو نصب میکنه، من وارد ویت کانفیگ میشم، کل این رو کپی میگیرم، چیز میکنم، کل این انتخاب میکنم و پیستش میکنم. ماژول تلوین رو ندارم چون در واقع کار بهش ندارم اصلا و همین به همین سادگی همین کاملا اوکیه. طبق همین یعنی عین همین داکیومنت خود شاتسین پیش میرم. بعدش میگه که بیا شاتسین رو اینیشیالایز کن توی پروژه. پس من میام این پکیج که نمیشه گفت، ولی نیازمندی هایی که من بخوام از شاتسین استفاده بکنم رو گفته که از این کامند استفاده کن برای این مورد. سری قبل ارور داد، دوباره این رو اجرا کردم. دیگه از چه نوع استایلی میخوای استفاده کنی؟ فرق خاصی نمیکنه به نظر من، ولی خب اینه که بهتره. نیویورک میگه از چه رنگی برای در واقع رنگ خنثی یا رنگ سکندری میخوای استفاده بکنی. زیاد فرق خاصی نمیکنه. من اینو میزنم نوترال، حالا اگر تلفظم درست بشه امیدوارم. خب یکم یه سری کارا داره اینجا انجام میده. میگه که من ایندکس رو دارم آپدیت میکنم و تلوین رو دارم آپدیت میکنم و فایل تلوین کانفیگ رو. حالا تا این داره این کارا رو انجام میده، بریم کامپوننت های مد نظرمون رو اینجا انتخاب بکنیم و اونا رو نصب کنیم. بعد از اینکه نصب رو انجام داد، من یه دونه کامپوننت باتن میخوام، چون گیر میداد میگفت من کامپوننت باتن رو حتما باید ازش استفاده کنی و این کامند مربوط به اینو باید کپی کنید برای استفاده از کامپوننت باتن. خب در واقع یه بار دیگه باید اینو اجرا بکنم. نمیدونم مشکلش چیه. میگه که already existed فلان. متاسفانه دوباره ارور داد و مجبور شدم دوباره این کامند رو اجرا کنم. امیدوارم بازم ارور چیزی پیش نیاد. من هر سری که این رو اجرا می‌کردم به این ارور برخورد نمی‌کردم. خیلی عجیبه و صبر می‌کنم تا
کارا رو انجام بده. امیدوارم به ارور نخوریم. بعد خدا رو شکر همه چیز اوکی شد و همین. بریم ببینیم که چی میخوایم. خب یه دونه کامپوننت باتن من میخوام. من اینو کپی گرفتم و اینجا میام اینو ازش استفاده میکنم. اینو میزنم، ثبت میکنیم که کامپوننت باتن اضافه کنه. یه دونه کامپوننت باتن رو اضافه کرد. خب اروراش برطرف شد. یه دونه هم سپریتور داره. سپریتور رو میخوایم. سپریتور میشه جدا کننده. من زیاد ازش استفاده نکردم، نمیدونم چرا اینجا داره ازش استفاده میکنه. ولی خب ما این رو میاریم. این پروژه‌ای که ما آوردیم خیلی باگ داره و باید روش کار کرد. چیزی نیستش که ما مستقیما بگیم واو چه سایت خفنی راه اندازی کرد و خیلی خیلی خفنه و فلان و اینا. از نظر ساختار کد واقعا چنگی به دل نمیزنه و از جایگزینای بهتر میشه ازش استفاده کرد. مثلا ما میتونیم نسخه تیلویند رو ببریم رو ورژن 4 یا مثلا ارزم خدمتون که میتونیم یه سری کارهای دیگه روش انجام بدیم. مثلا واسه اسکرول ها، واسه انیمیشن ها از پکیج های بهتری استفاده بکنیم به جای اینکه خودمون دستی راه اندازی کنیم و الی آخر. دیگه ما چی میخوایم؟ دیگه به نظرم همین خوبه. فقط اینجا یه اروری داریم. این اروره چیز خاصی نیست و میایم دونه دونه اینا رو در واقع اینجا ایمپورت میکنه. به همین سادگی. امیدوارم که به ارور خاصی برخورد نکنیم. پس میایم سایت رو میاریم بالا. پس چی رو باید اینجا اجرا کنم؟ npm run dev سایت رو اجرا میکنم، یعنی پروژه‌مون رو اجرا میکنیم رو لوکال هاست 5173. خب فکر کنم اومد بالا. نه فکر کنم ببینم. خب سایتمون اومد بالا و بدک نشده. خیلی بهتر میشه روش کار کرد. ولی خب برای یک کاربری که مثلا در واقع کاربر معمولی به نظرم چیز بدکی نیست. خب من اینو حالت موبایل میذارم ببینم حالت موبایلش چجوریه. خب منوش متاسفانه کار نمیکنه. برم ببینم اینجا از چی استفاده کرده واسه سایت بارش، واسه نوار اومده از این استفاده کرده و اومده باتن اینجا قرار داده و کامل نکرده. خیلی جالبه. من مجبورم یه سری چیزا براش بنویسم بگم که نوارت اصلا کار نمیکنه. این دکمه نوار اصلا کار نمیکنه و یکم رو استایل این سایت کار بکن. پس من اینجا یک پرامپت می‌نویسم میگم که the sidebar doesn't work. This مثلا میگم که make better the UI of website. اگر از نظر گرامری دارم اشتباه می‌نویسم بازم شرمنده شما. خب اوکی. ثبت میکنیم که این یکم روی مسئله کار بکنه. واقعیتش نیم ساعت این ویدیو رو داریم اجرا میکنیم و خیلی طول کشید تا این ویدیو رو، یعنی هنوز سایتمون اومد بالا، یعنی سایتمون بدون هیچ مشکلی اومد بالا
ولی فرض بگیرید که من یه سری چیزاشو خوشم نمیاد. مثلا من میگم که من از اینا خوشم نمیاد، میخوام یکم بهتر روش کار بکنی و الی آخر. اه، ام، به نظرم همین میتونه اوکی باشه، ولی فرض بگیرید که من میگم که رو سایت بارش کار بکنه، سایت بار مشکل داره و میخوام که یکم بهتر بنویسه این چیز رو. حالا برای اینکه ببینیم یو آیش چجوری، یو آیش زیاد فرقی نکرده، همونه. و اینجا چیز رو سایت بار رو فکر کنم مثل اینکه هندل نکرده، مثل اینکه آره. بریم یه بار دیگه تو کامپوننت. اونجا یه سری آپدیت های داشته. اومده از چیز استفاده کرده، از شیت اومده استفاده کرده، کامپوننت شیت توی شات سی ام. پس من باید یه دونه کامپوننت شیت اضافه کنم. شیت کجاست؟ این شیت و این رو اضافه کنم توی دپندنسی ها. البته دپندنسی نه، توی کامپوننت ها. البته یه سری کامپوننت دیگه، یه سری دپندنسی دیگه هم داره که از ردیکس یو آی میگیره. یعنی اومدن ردیکس یو آی رو خود خوشگلش کردن، تبدیل کردن به یک سری کامپوننت. حالا این چات سی انه و شیت رو برای من ساخت و عین همین چیزی که این خودش اومده گذاشته، میام همین رو کپی میکنم توی نوار. حالا همینو که اومده گذاشته، حالا بریم سراغ وب اپمون. البته من باید اینو دوباره اجرا کنم. npm run dev. یه بار دیگه ثبت میکنیم، وبسایت به بالا، ببینیم درست شد یا نه. ببینیم خیلی قشنگ شد، خیلی بهتر شد به نظر من. و این از وبسایت ما. ولی خب یکم بهتر میتونیم روش کار بکنیم. میشه روش کار کرد، مثلا بگیم که بیا مثلا انیمیشناشو بهتر بکن و الی آخر. این از این کار. اومدیم یک وبسایت رو با لاوابل طراحی کردیم. نیم ساعت شد، ولی نیم ساعت هم خوبه. درسته یکم مشکلات داره، یک سری باگ داره، ولی میتونیم اینو بهترش بکنیم، یکم مثلا بهتر درستش کنیم. خب این از این. خوشحالم که وقتتون رو گذاشتین این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.